سلام، به ویدیو جدید ما خوش آمدید. توی این ویدیو میخوایم در مورد بهترین مودای ماینکرافت، البته بعضی از بهترین مودا صحبت کنیم که از نظر من واقعا مودای خوبی هستند که این مودای خونه و همینطور مودای وسایل خونه، پورتال و تفنگ و این چیزا هستش. خب اولین مودی که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم مود مپایی که یعنی همه خونه‌هایی که داره اینجاست. مثلا یکی از بهترین خونه هاش مثلا اینه و دیگه خونه خوب چی؟ اینم یه برج خفنه که من تا حالا ازش خیلی خوشم اومده. خونه درختی هم اینو داره. شما برای اینکه بتونید این چیزو خوب اجرا کنید میاین و اینجا میشینید و اونی میخواین رو میزنید، یعنی اینجوری. بعد الان بهتون میگه که آیا میخواین توی محوطه خونه‌تون رو بسازید. شما روی دکمه یس یا نو کلیک میکنید اگه میخواین جای خونه‌تون رو بهتر کنید، نمیخواین هم که نه. من یس رو میزنم و اینجا میبینید که داره میسازه خیلی سریع. الان مود خونه روستاییش بود که من زدم. بریم توی خونه رو داشته باشیم. از نمای بیرون نشه، یه مزرعه داره توی خونم، واقعا قشنگه. پله میخوره میره بالا. اینجا براتون جا گذاشته که مثلا اینجوری. بعد میایم طبقه بالا، تخت خواب و کتابخونه و این چیزا داره. اینم دوباره وصل میشه به پایین. خب این از این خونش. یه خونه دیگه که باز هم از نظر من جزو بهترین خونه ها میتونم بگم اینه که من واقعا خودم ازش استفاده زیاد کردم. خب اینم دوباره الان محوطه‌اش من گفت محوطه این خونه خیلی بزرگه، میبینید. خب من اینجا رو نمیخوام برای این خونه، برای همین نو رو میزنم و خب میبینید که دوباره میاد خونه به دست من. میخوام اینجا بزنم با فضای عالی. اینجا همه چی داره، فضای سبز اینجا و توی خونه بخشی که به عنوان حموم دستشویی استفاده شده، بخش پذیرایی و برای مثال تلویزیون. اینم که ما بیرون اومدیم دیدیم یخچالشو. طبقه بالاش فضای خوبی. اینجا کتابخونه است. توی خودش میشه بکاریم، جالب. اینجام که معلومه بالکن، جالب. طبقه اینجا چیه؟ باند فرود هواپیما، چه جالب. بریم طبقه بالاتر. طبقه بالاتر چه فضای خیلی بازه و دوباره یه جای کشت دیگه. چرا خونه چیز دیگه ای نداره؟ همین. به نظر من که واقعا خونه خوبی بود. بریم برای خونه بعدی که همونطور که از اسمش معلومه یه خونه درختیه. بله الان اومد رو هوا، پس من اینو باز نمیخوام. برای همین بشینم و بزنم. خب یه سو میزنم. خب این خونه رو هم ساخت. پشما مجب خونه درختی. درختشو چه پر بار بالا. کیک. گوشنه. خب طبقه بالاترش تخت خوابی. اینم از این خونه. بالاتر داره؟ نه. بریم پایین. خب مپ بعدیمون این مپ دراگون تاور، برج اژدها. من بشینم رو زمین. میزنمش.
بزرگه. نه رفته تو خونه کناری نمیشه. نه بریم همینجا. اوکی بذار بالاتر از سطح زمین دوباره. خب یه سو میزنیم. بخور دیگه. یا حسین یا خودم چقدر بزرگه. واقعا برج خیلی بزرگه، هم از نماش و هم از این. واقعا اینو دیگه دوستات میفهمن که خودت نساختی. یه زندان داره، فضای سبز، بیرونش اینقدر قشنگه، توش چه شکلیه. بریم توش هم داشته باشیم. ناامید شدم. یه کتاب. کتاب ننوشته شده است. بریم بالاتر. بالاش هم باز قشنگتره. بالاتر هم داره کتابخونه زیبایی. نه که چی، واقعا کتابخونه خیلی بزرگ و بالاتر هم داره. باز هم کتابخونه قشنگ. و اینجا تختیم؟ نه با پشم ساخته شده ولی تخت نیست. خب این از مود اول بود که مود خانه سازی بود و چند تا از خونه هاشو رفتیم با هم دیدیم که واقعا کیفیت و شکل خوبی داشتن. مود بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم مود تفنگاش است. خب همونطور که از اسمش معلومه مود تفنگه و قاعدتا باید توی بخش تفنگ باشه که یعنی توی بخش اسلحه که ما اینجا داریم تفنگا بسیار زیاد و متنوع میبینیم. یکی از این بمبا برداشتم، از این تفنگا، از این تفنگ، از این تفنگ. خب ببینم اینا چجوری هن اصلا. حالا این همه گفتن آیا خوبه؟ اول با این شروع میکنم که نمیدونم چیه. میخوام روی خونه تستش کنم. چه اتفاقی افتاد؟ الو یکی هم بگی. خونم. نه بابا. حتما از این مود در سولوایور پیش دوستانتان استفاده کنید. همینجوری بزن خونش نابود. عجب چیز خفنی. اولیش TNT ولی به شکل خفن و جالبتر. این AKM پشمام داره میزنه. بعدی M249. بعدیش هم AKM5. خب من رفتم چند تا تفنگ دیگه شو برداشتم. دارم اینا رو تست کنم ببینم اینا چه جوریه. یک حیوان میخواهم. یک حیوان به من بدهید. اوه یه مرغ میبینیم. کشته شد. چه دو تا بهم داد. یه لحظه برادر. پشمام. کوی حیوان دیگه. اوه دو تا مرغ. همین عالیست. میزنه همه رو با این میکشم. خیلی خفنه.
اینم از این مود. خب فکر کنم دیگه برای امروز بس باشه. تا ویدیوی بعد شاد و پیروز باشید.